استعمار هم که هستن اینا وقت اینا آمدن حمله را شروع کردن وقتی که آمدن در منطقه مسلمان ها و اینا تانستن. فکرتان باشه بعضی کساس که اگر یک 10 سال یا 15 سال یا 20 سال یا 30 سال استعمار در یک جایی بود، او میگه خلاص استعمار کامیاب است دیگه برد ما را و تباه شدیم. شما جنگای صلیبی را سعی کنید که 200 سال ادامه پیدا میکنه و وقتی که 200 سال ادامه پیدا میکنه، بعد از 200 سال مسلمان ها چی میشن؟ کامیاب میشن و اینا را شکست میدن. چرا؟ اینا اونجا عواملی هست که سبب از این میشه، سبب ناکامی میشه، پس آن عوامل مبدل میشه به کامیابی. در اول که است مثلا یک نسل است، نسل فرق میکنه. یک نسل است. من یک کسی پرسان گفتم افغانستان چطور است؟ استعمار مشکنانه گفتم اون نسل دیگه هم نشکستان، نسل ما هم نمیشکنانه، نسل سومی مشکنانه است. اون نسل قبلی که است و آماده پذیرش استعمار بودن، خودشان استعمار آوردن. یک کت لنگی رفت، یک کت ریش رفت، یک کت چپن، یک کت قلقولی، یک کت ریش کل. مقصدی مردمایی هستن که یا خود استعمار آوردن. یک تعداد دیگه هستن که حال مخالف استعمار هستن لکن دو دله هستن. باشم برم چی کنم، جنگ کنم نکنم، گمش که خشونت نکن. امی ما و شما هم که از ما و شما هم چیزی ساخته نمیشه. اولادای ما و شما که است اونا نسل دیگه هستن که او مسلمانای صحیح می باشن. باز کمر امریکا را مشکنانه، از انگلیس هم مشکنانه. Как твои дела? Ты выучил? Да. Что ты учил? Я взял уроки у шейха. Учился у шейха? Да. Выучил 3 основы? Да. Расскажи их мне. Мой Господь Аллах, который создал меня и все миры по своей милости, я поклоняюсь только Ему и никому помимо Него. А вторая основа? Ислам – это покорность Аллаху посредством таухида, повиновение Ему и непричастность к ширку и его приверженцам. А третье? Мой пророк Мухаммад бин Абдулла бин Абдуль-Мутталиб бин Хашим, Хашим из курайшитов, а курайшиты из арабов. Что такое таухид? Таухид делится на 3 ветви – рубубия, улюхия и асма сифат. Смысл ля иля илля. Нет никого достойного поклонения помимо Аллаха. Ну как же, новое поколение пойдет правильным путем. مثل که در جنگ‌های صلیبی که بود، یک تعداد که استعمار اول موافقه کردن و چی کردن؟ سرزمین مسلمان‌ها را از پیش از اونها گرفت. یک تعداد دیگه که مثلا بعد از اینا آمدن یا دو دله بودن، الان ما فلانی منطقه رو بگیریم باش پادشاهی مجلس من را، قدرت مجلس من را. نسل دیگه که جوانا آمدن که در رأس از اونها صلاح الدین ایوبی بود، بالاخره اونها را چی کردن؟ شکست دادن. اینا دشمنای اسلام وقتی که دیدن که در بین مسلمانان بیداری ایجاد میشه و جوانا بالاخره استاد شدن و مسلمانان در مقابل از اونها متحد شدن و صلاح الدین ایوبی توانست که قبل از اون نورالدین زنگی بود، متوجه هستین؟ اینا وقتی که تانستن که مسلمانان را با هم متحد بسازن، منسجم بسازن، اینا را از نگاه فکری جور بکنن. حالا بسیاری کساست مثلا خوب مسلمان است، مجرد که در یک مسلمان دیگه یک کمک نقص دید فوراً میخواد سر از او حمله میکنه و میگه تو کل کارت، حرکتت کلش غلط است و توی درست نیستی. او یک ماه پیش تو خودت مدافع سرسخت ازی بودی، حالا چرا یک دفعه تحول کردی؟ چون خود از استقرار فکری نداره و ایره نمیفهمه که انسان کس بشک انسان کس مثلا انسان است، از پیش از این انسان این معصوم نیست. حالا استاد دایی خو مثلا من نمیتونم مثلا عصمت پیغمبر صلی الله علیه و سلم داشته باشم، یا من نمیتونم حتی امو اخلاقی که ابوبکر صدیق داشت من داشته باشم. حتی ما نمیتونیم از یک صحابی یا یک تابعی یا حتی از یک تبع تابعی کوچک ما امو ایمان قوت ایمانش داشته باشیم. چون ما در یک عصر کلان شدیم، در عصر زندگی میکنیم که عصر فتنه هاست و خود ما هم غرق از فتنه ها بودیم و تمام روز هجومات فلانیست. همه قوم که خدا نگاه کردیم، همیام از رحمت الله هست.